السلام علیکم دوستان عزیز. این حادثه در توی برادر رخ داده است. خواهش میکنم ما رو همراهی کنید. از توی عروسی برادر چنین قصه میکند که در روز جشن توی خانه‌دار شویش انجام یافت. هنگامی که توی عروسی برپا شد، همه سرگرم شادی و سرور بودند و داماد و عروس کنار هم نشسته بودند و مادر داماد کنار آنها نشسته بود. در این هنگام عروس به گوش داماد با صدای پست گفت: با مادرت بگو از نزد ما دور شود، زیرا از او خوشم نمی آید. این برادر که مادرش را دوست می داشت و احترامش را می دانست، خیلی عمل عجیب انجام داد. به نزد بلندگویک رفت و با صدای بلند به حاضران مجلس گفت: کی مادری مرا می خرد؟ و این را 3 بار تکرار کرد. همه حیرت زده شدند و خاموش ماندند که چرا چنین میگوید. در این هنگام داماد انگشترین ازدواجی را از انگشتش بیرون کرد و گفت: من مادرم را میخرم، من مادرم را میخرم. و رو به عروس کرد و طلاقش را اعلام کرد و مادرش را برداشته برآمده رفت. پس از چند روزه این حادثه که همه جا را پخش کرد، از آن منطقه مرد به نزد این جوان آمد و گفت: شوهر بهتر برای دخترم از تو نیابم، و دخترش را به نکاح او درآورد. برادران و خواهران عزیز، اکنون به یاد بیارید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد کسی که بیشتر حق را دارد گفتند: اول حق مادرت را ادا کن، سپس حق مادرت را ادا کن و باز حق مادرت را ادا کن، پس پدرت را. نشان خاندانم توی مادر، توی مادر، همیشه در جهانم توی مادر، توی مادر. زی ناکامی نیابم مهر تو را، زی عاشقی بجویم مهر تو را. مادر بهترین گنج است در خاندان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.